اکادمی علم‌های ایران صدر صادق تشریف آورد. در اینجا در تعریف صدر صادق بسیار سخن‌های عجایب گفته شد. مهمان‌های عالی قدر از دوشنبه، از خوجند آمدگی‌ها، از اینجا بودگی‌ها، همه شما از نام خاندان صدرک، از نام دوستان صدرک خوش آمدید، خیر مقدم بودید. تشکر برای اعتبار. این جشن ما چند وقت باز منتظر بودیم، چون که 90 سالگی حاضر داملا عبدالجبار که دیگه داشتیم که دیگه یک 60 سالگی جشن کنند. این 60 در آمده است، این ایدهش بزرگ است. 90 حالی صدرکیم، حالی جوان، حالی 50 ساله بردم نه، حالی باز دردش بسیار کنم. من البته افتخار دارم که با صدر صادق یکم هم دهه هستم، دویم هم مکتب هستم، سوم در اونیورسیته هم از پیش خواندیم. صدرک از من 1 سال پیش مکتب میانه رقم 21 ناحیه سمرقند تمام کردم. اونیورسیته هم 1 سال پیش از من تمام کردن و دوشنبه رفته از اونجا کمال وقته باید برگشت آمدم اینجا. همراه کار کردیم و همراه بایرق سمرقند برداشته آمده ایستادم. این گزه علم و ادبیات داشته بودنشان هنوز از همون سالهای مکتبی معلوم بود و ما یک حلیم عادل و فکر معلم ادبیات درس میدادن، میری ما را با ادبیات زیاد کردگی همون فرد و از همون کده انانهاشان من بعد در دانشگاه دولتی سمرقند وقتی که اینجا آمدن از درس های پروفسور مقیموف، طلعت عبدالجبارов، ایگان بردیوف و دیگران و سرور از همون وقتی که ما تحصیل میکردیم علامه واحد عبدالله سمرقندی بودند. ممکنه تشبس بسیار عجیبشان بود که از دوشنبه از مسکو عالم های دعوت کردند. عبدالغنی مرزایف، اکادمیک عبدالغنی مرزایف، اکادمیک بابا جان نیاز محمد و چند دیگران اینجا آمده درس دادند. همینجا فرزند سمرقند دانشمند ادیب رسول خان حادث‌زاده آمده در اینجا درس گفتند و در همین جا صدرک کشف کرده گرفته رفتن و در تربیه همونها، در تاثیر همونها علم آموخته و به درجه خودشان استادی رسیده. امروز اینقدر احترام و بزرگ. اینجا اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده وقتی که سفیر مختار ازبکستان بودن در اینجا برای احترام صدر صادق آردن دوستی تاجیکستان با شرفمند شدند. در اینجا شاگرد بسیار نزدیک صدرکیم انظرتبانو از اکادمی آمدند. دوستان دیگر اینجا نورعلی نورزاد از نام مهمانان خوجندی از نام اکادمی دیگرها آمدند که همه این افتخار ما، افتخار سمرقند ها، چون که صدرک و همین درجه میارزند. صدرک ادبیات سمرقند، تاریخ ادبیات سمرقند زنده کرده و در اینجا دیدتان چند کتاب‌هاشون با سمرقند وابسته و هنوز سال 1971 به شرف 2750 سالگی سمرقند اون 2500 سالگی بود. کتاب شانوران سیقل روی زمین را نشر کردند که همچون یک دوام نمونه ادبیات تاجیکی صدرالدین عینی برای اهل ادب خدمت کرد. درباره صدرک در اثرهای خود درباره سمرقند بسیار چیز میگویند. درباره دوستی خلق‌ها، دوستی ادبیات‌ها خدمت‌های زیادی دارند. اینجا حاضر ملا ظهور طاهری برآمده گفتن که این کس ملا ظهور طاهری آدم بسیار اوریجینال، آدم عجایب، قهرمان خلقی داغستان و طفیل دانش و طفیل آن دانشی که این کس یک
غایه دارد. عمر انسان 120 سال شدنش در کار. انا همه ما تحقیقاتشون هم، کارشون هم، دیگرشون هم و امروز در برآمد خودشون هم و صدرکه 120 سالگی عمر طلب کردند. البته صدرکه 120 داره. 120 در آمدن شما شرط ضرور. اینقدر دعا، اینقدر تبریک، اینقدر چیزها با شما می‌ارزد. من از نام همه آن همدهگان ما همدهه هستیم. از نام همدهگان، از نام شریک درسانی که اینجا هستند و نیستند و گذاشتن، از نام اونها صدرک شما را تبریک می‌کنم. از عمر دراز، موفقیت ها براتون. من در فعالیت بودم من یک کتاب دو شاخه یک درخت، در اینجا دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک با دعای عبدالجبار رحمانزاده نشر شدگی کتابی. در اینجا درباره دوستی دو خلق. کتاب دیگر من در تعریف سمرقند و سمرقندیان که همیشه گفته می‌گردم و صدرکه که همین سمرقندی هستند و در این کتاب نام سمرقندی ها، سمرقندی‌لر و زبان ازبکی در اینجا اعتی گرفت از مقصود شیخ زاده هست. Samarkandlik değildi mi? Ahga vafa degani. Samarkandlik değildi mi? İşler paşa degani. Samarkandlik değildi mi? Taze vicdan degani. Samarkandlik değildi mi? Bu Çin insan degani. Ana همین خیر آدم هستن. صدرکه شما تبریک بار دیگر همین